نشد زورش که به اون نرسید با دیگه مرحله پایین میکنم. و عالمی که بعد گفت که این حلال است، این حرام است، این رواج مبتذل است، این خرافات است، این بدعت است، این شرک است، اینه که بعد گفت با تاپت رقی که سرش میزنه این وابی است. نفهمیدم. عالمی که بعد گفت که راست برو چپ برو غلط است صحیح است، او را برق نمیمانه. او را باید یک تاپی هم محکم در جانش بزنن که وابی سوش کنی، گپش قبول نکنی. خب دین رسول الله هست، پوره شده، کامل شده. شرک و خرافات به هیچ وجه و بدعت ها و رسوم جاهلی جای ندارد. خدا کنه که ما را وابی میگه کسی پیشونه، هر چی که میگه دلش خلاص، واقعیت میگه. باب تسامح نمیکنه، در این باب با کسی سست نمیره. بس شرک بدعت و خرافات و این را با تمام قوت مبارزه بکنن تا که خرافات بوده باشه دین نمیاد. صحیح شد انشاءالله.